سلام بچه‌ها، من فائزم و امروز اولین روز کارآموزی من به عنوان دانشجوی پزشکی تو بیمارستان روانپزشکیه. حیاط بیمارستان خیلی سوت و کور بود و تو راهروها تقریبا هر 50 متر 2-3 تا از نیروهای محافظت بودن که خب به نظرم طبیعیه. ما امروز باید میرفتیم بخش بستری مردان. اول از همه رزیدنت سال 1 نحوه شرح حالگیری و برخورد با بیمارها رو بهمون آموزش دادن. بعدش ما باید از مریضها توی یه اتاق مخصوص شرح حال میگرفتیم تا استادمون بررسی کنن. به خاطر این روز و عضله‌ای که خودم می‌دیدم با ارتباط داشتم این مدت زیاد اذیت می‌شدم. روانپزشکی همون قدری که جذابه همون قدر هم ناراحت کننده است.